درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام پدر معماری ایران رو بهتون معرفی کنم. اسمشون آقای هوشنگ سیحونه و متولد سال 1299 در شهر تهرانن و در یک خانواده‌ای که بسیار به هنر و موسیقی علاقه داشتند بزرگ شدن. جا داره اینجا خدمتتون عرض کنم که پدر بزرگ ایشون میرزا عبدالله فرهانی بوده، پدر موسیقی سنتی ایران. آقای سیحون در دانشکده هنرهای زیبایی تهران در رشته معماری تحصیل میکرد و بعد از اتمام تحصیلش در سال 1321 به درخواست رئیس اداره باستانشناسی ایران به فرانسه مهاجرت کردند برای ادامه تحصیل. ایشون در فرانسه در مدرسه عالی هنرهای زیبایی پاریس به مدت 3 سال تحصیل کردند و اونجا تونستن که مدرک دکترای هنر رو کسب کنن. بعد از این اتفاق در سال 1327 برگشتن به وطن خودشون. در ایران ایشون از سال 1341 تا 1347 رئیس دانشکده هنرهای زیبایی تهران بودند و بعد از سال 47 هم به عنوان دستیار دانشکده فعالیت می‌کردند. این بخشی از زندگی ایشون در ایران بود و ما الان قراره که بپردازیم به آثار آقای سیحون. اینجا باید بهتون بگم که آقای سیحون آثار زیادی از خودشون به جای گذاشتن، ولی ما می‌خوایم به مهمترین هاشون یک نگاهی بیاندازیم. اولین طرح آقای سیحون آرامگاه ابن سیناست که ایشون در سن 23 سالگی این بنا رو طراحی کردن و میشه گفت که این بنا الهام گرفته شده از 15مین بنای ثبت شده ایران در یونسکو، یعنی گنبد قابوس. اینجا باید خدمتتون عرض کنم که آقای سیحون در تمام مقبره هایی که درست میکردن مشخصات کاراکتری همون شخصیت رو در بنا طراحی میکردن. مثلا اینکه گفتم این طرح الهام گرفته شده از گنبد قابوسه، دلیلش این بوده که ابن سینا سالهای زیادی رو در این شهر زندگی میکرده. آرامگاه خیام در مرداد ماه سال 1335 انجمن آثار ملی در نامه‌ای به سیحون نوشت که وضع بنای موجود آرامگاه خیام متناسب با شخصیت علمی و هنری خیام نیست و ما میخوایم که یک آرامگاه جدید برای این شخصیت بزرگ طراحی کنیم. آقای سیحون هم طرح نهاییش رو در سال 1337 ارائه داد و این بنای بسیار زیبا ساخته شد. خود آقای سیحون در مورد این طرح گفتن بنایی ساختم کشیده و بلند و باز، مرکب از 10 لوزی که در بالا به شکلی با هم تلفیق میشن و گنبد سلجوقی که به شکل نیم دایره هست رو تشکیل میدن. اشاره کردین به مقبره خیام. نظامی میگه که 4 سال پیش از مرگ خیام او رو میبینه و خیام میگه که من جایی دفن خواهم شد که غرق گل باشه و باد شمال بهش بوزه. شما در طراحی مقبره خیام اون چه بیشتر توجه کردید بهش به ریاضیات و نجوم خیام هست و به این لطیفه شاعرانه‌ای که خودش برای خودش به عنوان مقبره در نظر گرفته توجهی نکردید، به طوری که در قبر خیام وقتی ما میریم گلی او رو نپوشونده. اجازه می‌فرمایید بنده به شما بگم کور خوندید؟ اساساً پایه‌گذاری این بنا روی اصل همین حرف خود خیامه. خیام در یک محلی بود، فرض کنید این امامزاده محروق توی باغ، درست این گوشه شمال شرقی امامزاده محروق قبر خیام بود. اگر ما میخواستیم اینجا بنا بکنیم، 2 تا بنا معارض هم دیگه بودن. بنده آمدم مطالعه کردم روی خود باغ، دیدم که در بر شرقی باغ یک عرض کنم که اختلاف سطح 3 متری هست که تو این اختلاف سطح 3 متری درختان زردآلو و سیب و گلابی و این چیزا پره. این باغ اینجاست و این رفت تو دل اون باغ و بازم هست، چون همه جاش بازه، مخصوصا باز گذاشتیم ببینید که قبرم اون وسط که آرامگاه کمال‌الملک برای ساخت بنای این مقبره از ترکیبی از معماری سنتی و معماری نوین استفاده شده که اوج هنر معمار رو میتونید تو این بنا مشاهده کنید.
آرامگاه نادرشاه. این مورد هم دقیقاً مثل آرامگاه خیام بود. انجمن آثار ملی از مقبره نادرشاه زیاد راضی نبود و اون موقع فکر می‌کردن که این طرح متناسب با شخصیت نادرشاه نیست. به همین علت از آقای سیحون خواستن که یک بنای جدید برای نادرشاه درست بکنه. خودشون در مورد این طرح گفتن ما 3 جور خط داریم: خط افقی نشون دهنده سکون و بی حرکتیه، خط عمودی دلیل بر استحکامه و خط مورب هم نشون دهنده جهشه و من این خط رو برای نادر انتخاب کردم چون تمام کارهاش جهشی بوده. آرامگاه احمد نیریزی با سازی آرامگاه فردوسی، مرکز فرهنگی یزد، موزه توس، سینما آسیا، سینما سنترال که در حال حاضر اسمش سینما مرکزی شده. سینما آسیا هم که فکر میکنم کلا نابود شده، الان داخلش فکر میکنم لباس مجلسی میفروشن، و چندین بنای دیگه که حاصل طراحی هوشنگ سیحون بوده. ایشون بعد از اینکه انقلاب شد، معلوم نیست دقیقاً به چه علتی ممنوع الخروج شدن به مدت 1 سال، ولی بعد از اینکه این مشکل حل شد سریعا از ایران خارج شدند و به دور از وطن سالها زیستند. این معمار نامدار ایرانی در سبک معماریش بیشتر از هر چیزی منطق رو در نظر می گرفت، چون عقیده داشت هیچ چیزی نباید بی منطق در معماری به کار بره. حتی کوچکترین خط و کمترین نقطه باید دلیل و معنی مخصوص به خودشو داشته باشه. آقای سیحون علاوه بر این که معمار بودن، نقاش، مجسمه ساز و استاد بی‌نظیری هم بودن و حتی یک نمایشگاه در سال 1972 در کنار سالوادور دالی و پیکاسو برگزار کردند. سرانجام آقای هوشنگ سیحون در 5 خرداد ماه سال 1393 در بیمارستانی در شهر ونکوور کانادا از دنیا رفتند. آقای سیحون در وصیت‌نامه خودش خواست بنیادی به نام او توسط فرزندانش برای نگهداری از تمام آثار نقاشی و طراحی خودش تأسیس بشه و در نهایت همه این آثار به موزه‌ای در ایران اهدا بشه. خودم موظف میدونستم که ایران رو به دانشجویان خودم بشناسونم. ایران برای من پر از آثاره. یه موزه است، یه موزه بزرگ، نقطه به نقطه، وجب به وجبش برای من خاطره است و واقعا بهتون بگم آرام ندارم، آرام قرار ندارم نسبت به ایران. داشتم به این فکر می‌کردم که اگر این شخصیت‌های بزرگ در ایران می‌موندن و دولت جدید ایران بعد از انقلاب با این شخصیت‌ها کاری نداشت، چقدر میتونستن بازم تاثیرگذار باشن، چقدر میتونستن مقبره‌های بیشتری طراحی بکنن، بناهای قشنگتر، زیباتر، جذابتری در این شهر درست بکنن. ولی نمیدونم واقعا چی باید بگم. من خودم نفهمیدم دقیقاً به چه علتی ایشون الان ممنوع خروج شدن. به هر حال این اولین ویدیوی طولانی این صفحه بود. اگر خوشتون اومد یک لایک بکنید، اگر هم که نه فدای سرتون. تا ویدیو بعدی، بدرود.